من فریبا عابدین‌نژاد هستم و امروز میخوام در مورد ظهور زرتشت و پایان جهان از نظر دین زرتشتی براتون صحبت کنم. همونطور که تو قسمت قبل گفتیم، از نظر جهانبینی زرتشتیان 12,000 سال کل تاریخ دین و بشریت طول میکشه. این 12,000 سال به 3,000 سالهای مختلف تقسیم بندی شدن. در 3,000 سال اول همونطور که گفتیم آفرینش هنوز مادی نیست. در 3,000 سال دوم اهورامزدا میاد و موجودات رو میآفرینه و جسم مادی براشون در نظر میگیره. توی 3,000 سال سوم اهریمن حمله میکنه و نیکی و بدی در اون 3,000 سال با همدیگه آمیخته میشن. اما در ابتدای 3,000 سال چهارم زرتشت پیامبر ظهور میکنه. زرتشت قراره که مردم رو به دین فرا بخونه و همینطور با اهورامزدا همکاری و همیاری کنه تا بتونن در پایان جهان جهانی خالی از شر و بدی داشته باشن. حالا داستان رو با همدیگه بشنویم. در 3,000 سال چهارم هر 1,000 سالش یک اتفاق مهم میفته که باعث میشه به سوی پایان جهان و پایان کار اهریمن بریم. در هزاره اول دوره وحی زرتشت توی این هزاره ظهور میکنه. یعنی زرتشت 3,000 سال بعد از یورش اهریمن ظهور کرد. زرتشت مثل همه انسان‌ها از 3 عنصر تشکیل شده. فرح که همون موهبت ایزدیه که تجلی ظاهریش در زرتشت نوره. همه انسان‌ها فرح دارن و اگر فرح اونها رو ترک کنه خوشبختی و بخت و اقبال ازشون روی گردان میشه. فروهر که میشه با روح همانندش بگیریم پاسبان انسانه. پیش از تولد وجود داره، بعد از مرگ هم باقیه. از خانواده بازمانده هم حمایت میکنه. در واقع همه نذرهایی که در آیین زرتشتی برای مرده ها داده میشه و الان هم بین ایرانی ها رایجه، علتش اینه که روان درگذشتگان یا اون فروهرشون از خانواده بعد از مرگ هم حمایت میکنن. جوهر یا گوهر تن صورت مادی یا همون جسم انسانه. اومدن زرتشت پیشگویی شده بود. اسم مادرش دقدو و نام پدرش پروشسپه که هر دو از خاندانی به نام خاندان سپیتمان هستند. در اوستا پروشسپ 4مین فردیه که هوم رو طبق آیین میفشاره و این موهبت بهش میرسه. توی اوستا کسانی که با هوم سر و کار دارند و اون مایه شفابخش رو از هوم میگیرن به عنوان پاداش این کارشون صاحب پسرانی میشن که این پسران اهمیت خیلی زیادی دارن و پدر زرتشت یکی از اون افراده. جوهر تن زرتشت رو اورمزد از پیش خودش به سوی باد میفرسته و باد هم اون جوهر رو به سوی ابر راهنمایی میکنه. ابر اون رو قطره قطره به زمین میفرسته که به دنبالش انواع گیاهان در میان. پروشسپ 6 گاو سفید زرد گوش رو میفرسته به سوی اون گیاهان. 2 گاوی که نزاییدن به صورت معجزه آسا
شیردار میشن. به این ترتیب جوهر تن زرتشت که داخل گیاهانه با شیر گاوها آمیخته میشه. پس جوهر تن زرتشت از طریق ابر میباره به گیاه میرسه، گاوها اونو میخورن و با شیرشون این جوهر با شیر بیرون میاد. دغدو شیر گاوها رو میدوشه، پروشسب هم ساقه هومی که فروهر زرتشت داخلشه میسابه و با این شیر گاو آمیخته میکنه. به این ترتیب فروهر و جوهر تن زرتشت با همدیگه یکی میشن. دیوها که شاهد این کار هستن احساس خطر میکنن. دیو چشمک رو میفرستن که شهر و ده رو ویران کنه و درختها رو بشکنه. دیو چشمک دیو مخصوص گردباد و زلزله است. اما امشاسپندان و ایزدان نمیذارن که به این معجونی که به این دقت آماده شده آسیبی برسه. پروشسب و دغدو از این شیر آمیخته به هوم می نوشند. فرح که در تن دغدوه با فروهر و جوهر تن زرتشت یکی میشه و از آمیزش این دو نطفه زرتشت بسته میشه. پس نطفه زرتشت پیامبر به نوعی از جانب اهورامزدا فرستاده شده، یعنی حالتی نیمه خدایی نیمه انسانی داره. دیوها تصمیم میگیرن که مادر باردار رو نابود کنن، اونو به یک تب آزاردهنده مبتلا میکنن، اما ایزدان داروی لازم رو به دغدو میرسونند و ازش محافظت میکنند. 3 روز مونده به تولد زرتشت خانه پروشسب نورانی میشه. در لحظه تولد اردویسور آناهیتا، اشی خوب و دیگر ایزدان حضور دارند. زرتشت در لحظه تولد میخنده چون بهمن در اندیشه او حضور داره و بهمن امشاسپند شادی بخشه. 7 زن بدکار و جادوگرها هم در لحظه تولد حضور دارند. جادوگر بزرگ ده دورسرف میخواد با دست سر نرم کودک رو فشار بده و اونو بکشه، اما بر اثر معجزه ایزدان دستش خشک میشه. دورسرف در ذهن پدر زرتشت آشفتگی ایجاد میکنه که اون فکر کنه تولد بچه غیر عادیه. در نتیجه برای نابودی کودک هیزم فراوانی جمع میکنن تا او رو بسوزونن. اون جادوگر جوری ترتیب میده که پدر زرتشت فکر کنه که بچه ممکنه از نسل جادوگران باشه یا یک بچه عادی نباشه. بچه رو در آتش میذارن اما آتش بچه رو نمیسوزونه. بعد کودک رو بر گذرگاه گله گاو و اسب قرار میدن، اما گاوها و اسبها از روی بچه عبور نمی کنند. بعد بچه رو در لانه گرگ ماده‌ای که توله هاش رو کشتن قرار میدن. برای چی گرگ ماده‌ای که توله هاش رو کشتن؟ برای اینکه خشمگین باشه و رحمش به بچه نیاد. اما پوزه گرگ خشک میشه و نمیتونه آسیبی به زرتشت برسونه. سروش و بهمن میش بزرگی به سوی کودک میفرستن که شیرش بده. وقتی در بامداد دغدو بچه رو زنده پیدا میکنه با خودش میگه دیگه هیچ وقت این کودک رو از دست نخواهم داد. از 15 تا 30 سالگی زرتشت دوره کمال اندیشه و فضل و پارساییشه. در این مدت اون فقط کارش آموختنه. در 30 سالگی وقتی که کنار رود دایتی رفته، بهمن امشاسپند بر اون ظاهر میشه. او با بهمن به مقام گفتگو با اورمزد و امشاسپندان میرسه. بهمن بین امشاسپندان نماد اندیشه نیکه، یعنی وقتی میگیم بهمن برش ظاهر میشه یعنی طرز فکر صحیح و راه درست و راه هدایت انگار که به او الهام میشه. تا 40 سالگی زرتشت تنها در حال گفتگو با اورمزده.
پس از آن که اورمزد اسرار دین رو براش آشکار میکنه و آموزش لازم رو بهش میده، زرتشت رسالت خودش رو علنی میکنه. اولین کسایی که باش مخالفت میکنن روحانیان دین قبلی هستن، جادوگران هستن و فرمان روایان. زرتشت برای گسترش دینش راهی دربار گشتاس میشه و اونو به دین مزدیسنا یا دین پرستش مزدا که همون دین زرتشتیه دعوت میکنه. زرتشت با 21 نسک اوستا و سرو همیشه سبز و آتش روشن به خدمت گشتاس میره و دین خودش رو برای اون توضیح میده و دعوتش میکنه که به این دین بیاد. شاهنامه ابیاتی وجود داره که از دقیقی شاعره و اونا رو فردوسی بعد از مرگ دقیقی در شاهنامه آورده در مورد اینکه زرتشت چطور دین خودش رو به گشتاس ارائه کرد. اینجوری میگه که با منقلی در دست، منقل نه، با مجمر یا آتشدانی در دست پیش گشتاس میره و میگه من این آتش رو از بهشت آوردم. یک دونه سرو هم با خودش میبره. بعد از اینکه گشتاس دین رو پذیرفت، اون دونه رو در شهر کاشمر میکارن و تبدیل به یک سرو بزرگ میشه که نماد دین زرتشتیه. و بعد از اون همه شاهان وقتی که میخوان به شاهی برسن زیر اون درخت سوگند وفاداری میخورن به اینکه دین رو به خوبی عملی کنن و عدالت و دادگری رو بین مردم برقرار کنن. وقتی که شاه زرتشت رو میبینه و سخنانش رو میشنوه، به خاطر دشمنی هایی که اطرافیان و جادوگران و موبدان کردن، موبدان دین قبلی، شاه زرتشت رو زندانی میکنه، یعنی به راحتی دین رو نمیپذیره. بعد از مدتی اسب گشتاس بیمار میشه. تنها کسی که میتونه درمانش کنه زرتشته. این کار باعث میشه گشتاس، همسرش و اسفندیار به زرتشت ایمان بیارن. گشتاس هنوز در دین تردید داره، میخواد که جایگاه خودش رو در جهان دیگه بدونه و آینده رو ببینه. زرتشت نیایشی به جا میاره، سفره‌ای پهن میکنه که در اون می، بوی، شیر و انار میذاره. گشتاس می رو مینوشه و جای والای خودش رو در جهان بالا میبینه. بوی که احتمالاً منظور وجدانه به جاماست میرسه که باعث میشه همه دانش‌ها بر او آشکار بشه. پشوتن پسر گشتاس شیر رو مینوشه و بیمرگ و جاودانی میشه. اسفندیار دانه‌های انار رو میخوره و رویینتن میشه. سرانجام زرتشت در 77 سالگی به دست تور برادر وش که به صورت گرگ نماد حیوانات اهریمنیه کشته میشه. و اما پایان جهان. زرتشت 3 بار با همسرش هوی نزدیکی میکنه و بعد هوی خودش رو در آب کیانسه یعنی دریاچه هامون میشویه. نطفه زرتشت به این شکل وارد آب میشه. ایزد نری و سنگ، ایزد مردانگی، نطفه ها رو به ایزد بانو آناهیتا میده تا در زمان مناسب با نطفه مادرانشون آمیخته بشه. برای نگهداری نطفه ها 99999 فروهر مقدس در کارند. 30 سال مونده به پایان
سده 10 از هزاره زرتشت دوشیزه‌ای از پیروان دین زرتشتی به نام نامیکپد، یعنی کسی که پدر نامدار داره، در آب هامون می نشینه، از آب می خوره و نطفه زرتشت وارد بدنش میشه. بعد اوشیدر یا هوشیدر به دنیا میاد. گفتیم که در هزاره اول دوره 4 زرتشت به دنیا اومده بود. در هزاره دومش اوشیدر یا هوشیدر به دنیا میاد. وقتی هوشیدر 30 ساله میشه، خورشید 10 شب توی آسمون میمونه و غروب نمیکنه. اوشیدر به مقام گفتگو با اورمزد میرسه و به برکت این کار 3 سال برای گیاها بهار مداومه، یعنی زمستان نمیشه و گیاهان در بهترین فصل خودشون میمونند. گرگ ها یه جا جمع میشن، تبدیل به یک گرگ قوی میشن، اما پیروان آیین زرتشتی به مقابله این گرگ میرن و نابودش میکنن. دروج 4 پایان نابود میشه. زهر این حیوان تا 1 فرسنگ زمین و گیاه رو آلوده میکنه. از اون دروج جهی به شکل ابر میاد بیرون و وارد بدن مار میشه. در این دوران مزنهای دیونژاد از بین میرن. این مزنهای دیونژاد که میگیم دیوان مازندرانی رو میگه. دیوان مازندرانی همونطور که گفتیم ربطی به مازندران فعلی ندارن، دسته ای از دیوها بودند که انگار در شرق ایران زندگی میکردن. پیمان یا اعتدال که هسته اصلی دین زرتشته در دوره اوشیدر قوی تر میشه. تو این دوره دیو ملکوس یا مرکوس میاد. اسم این دیو با واژه مردن ارتباط داره. نژاد اون رو به تور برادروش، یعنی شخصیتی که قاتل زرتشته، میرسونن. این دیو در پایان هزاره اوشیدر سرما و باران سختی ایجاد میکنه. در 4 زمستان بیشتر مردم و 4 پایان نابود میشن، از بین میرن. در آخر با نیایش های بهدینان ملکوس نابود میشه. مردم و 4 پایان از دژی که جمشید برای نگهداری مردم از سرما ساخته بیرون میان و در سرزمین های مختلف پراکنده میشن و نسلشون افزایش پیدا میکنه. 30 سال مونده به پایان هزاره اوشیدر، دوشیزه بهدینی به نام وهپد، یعنی کسی که پدر خوب داره که نسبش هم به زرتشت میره و در آب کیانسه آب تنی میکنه. از اون آب میخوره و نطفه زرتشت وارد بدنش میشه. از این دوشیزه 15 ساله اوشیدر ماه یا هوشیدر ماه به دنیا میاد. وقتی اوشیدر ماه 30 ساله میشه، این بار خورشید 20 شبانه روز در اوج آسمون میسته تا بهدینان بدونن هزاره اوشیدر به پایان رسیده و آغاز هزاره اوشیدر ماهه. به برکت گفتگوی اوشیدر ماه با اورمزد این بار به جای 3 سال 6 سال برای گیاهان بهار مداومه. در این دوره شیر گوسفندان به حد اکثر میرسه. دیوهای گرسنگی و تشنگی زار و نزار میشن. مردم با یه وعده غذا 3 شبانه روز سیر خواهند بود. در بین مردم دوستی، آشنایی، آشتی و شادی بیشتر میشه. تو این هزاره کسی نمیمیره مگه اونو با سلاح نابود کنن یا از پیری بمیره. شیرینی و چربی در شیر و گیاه انقدر زیاد میشه که مردم نیازی به خوردن گوشت ندارن. در پایان این هزاره مردم شیرخواری رو هم رها میکنن و آب و گیاه براشون کافیه تا سرانجام به پایه‌ای برسن که تنها از مینو تغذیه کنند، یعنی تغذیه به صورت مادی از بین میره. ماری بزرگ در این دوران به وجود میاد که دروج ماران و نماینده همه خزنده های آزاردهنده است. بهدین که میگیم منظورمون مؤمنان زرتشتی هستند. به نبرد با این مار میپردازن. با مراسم آیینی آن دروج رو میگدازن، یعنی آتیشش میزنن. زهری که از مار بیرون میاد تا 1 فرسنگ زمین و گیاه رو میسوزونه. از میان اون دروج
دروج دوباره جهی بیرون میاد و به شکل ابر یا دودی در دروجی از تخمه دو پایان یا انسانها جای میگیره. در این هزاره ضحاک از بند فریدون آزاد میشه و دوباره فرمان روایی بر دیوها و انسانها رو از سر میگیره و به آزار آتش و آب و گیاه و مردم میپردازه. آب و آتش و گیاه شکایت به اورمزد میبرند تا فریدون رو بفرسته و ضحاک رو نابود کنه. اورمزد همراه امشاسپندان نزد روان فریدون میرن تا اونو برای نابودی ضحاک فرا بخوانند. روان فریدون میگه که من نمیتونم ضحاک رو نابود کنم، بنابراین سعی میکنن که مأموریت رو به گرشاس بسپرند. کیخسرو گرشاس رو بیدار میکنه، او تیری میندازه و ضحاک اینطوری نابود میشه. و سرانجام پایان جهان. 30 سال مونده به پایان 10مین سده از هزاره اوشیدرما، دوشیزه بهدین 15 ساله‌ای از نسل زرتشت به نام گواکپد، کسی که دارای پدر فزاینده است، در آب کیانسه آبتنی میکنه و از آب مینوشه. نطفه زرتشت وارد بدنش میشه و سوشیانس اینطوری به دنیا میاد. سوشیانس مثل خورشید درخشانه. به هر طرف نگاه میکنه تا راه نابودی کامل دروج‌ها رو پیدا کنه. دروج که میگیم منظورمون دیوها هستن. در 30 سالگی به مقام گفتگو با اورمزد و امشاسپندان میرسه. به برکت این گفتگو خورشید 30 شبانه روز در میان آسمان میایسته و غروب نمیکنه. در بازگشت از این گفتگو کیخسرو سوار بر ایزد وای، یعنی ایزد باد، به پیشواز سوشیانس میاد و از کارهای نیک خودش که بتکده کنار دریاچه چیچس رو نابود کرده و افراسیاب تورانی رو از بین برده تعریف میکنه. سوشیانس از کیخسرو میخواد که دین بهی رو بپذیره. کیخسرو این دین رو ستایش میکنه، به فرمان روایی میرسه و سوشیانس هم میشه موبد موبدان. سوشیانس سپاهی بر میداره و به جنگ دیو اشموقی یعنی دیو بدعت میره. برای اینکه در این کار موفق بشه سوشیانس نیایش میکنه. دیو به بالا و پایین زمین میدوه و سرانجام در سوراخی فرو میره و امشاسپند شهریور توی این سوراخ فلز گداخته میریزه و دیو رو محبوس میکنه تا دوزخ بیفته. دیو اشموقی یعنی بدعت برای همه ادیان چیز نابود کننده ایه، یعنی چیزی که باعث میشه که دین از راه درستی که داره میره انحراف پیدا کنه. در واقع نمادی برای اینه که کسایی که بددین شدن و دین رو به خرابی و بدی کشوندن باید نابود بشن. دیو اشموقی نماینده این هاست. سوشیانس نیایش به جای میاره که همه دیوها نابود بشن. دیو آز و دیو خشم و دیگر دیوان رو میبلعه. دیو آز دیو خشم و دیوان دیگر رو میبله و بعد ایزد سروشه که دیو آز رو نابود میکنه. اورمزد اهریمن رو با تمام تاریکی ها و بدی هایی که آفریده از طریق سوراخی در آسمان، از همون جایی که ابتدا حمله رو آغاز کرده بودن، به بیرون آسمان و به دوزخ میفرسته، به طوری که دیگه نتونن برگردن. همه دیوها نابود میشن. پیری، مرگ، آزار، ستم، اشموقی و بخت بد از بین میرن. سوشیانس وظیفه دیگه‌ای که داره برانگیختن مردگانه. مردگان پس از داوری در حضور مهر، سروش و رشن از پل چینود میگذرن. این پل برای نیکوکارها پهنه، برای گناهکارها مثل لبه تیغه. ایزد دین در ظاهر زیبارویی خوشبو به استقبال
استقبال نیکوکارها میره. همونطور که بعداً میگم براتون، ایزددین ایزدبانوه. اونها در منازل بهشت، ستاره پایه، ماه پایه، خورشید پایه و گرزمان قرار میگیرن. اما به استقبال بدکاران افریته‌ای زشت و بدبو میره و اونها در دوزخ، محل تاریکی‌های بیپایان، حبس میشن. زرتشتیان دوزخ رو دائمی نمیدونند و معتقدند بعد از اینکه گناه هر فرد تموم شد، اون هم برمیگرده و به بهشت میاد. سوشیانس 5 روز آخر اسفند در 5 نوبت نیایش به جا میاره و مرده ها زنده میشن. سوشیانس گاو هدیوش رو میکشه و از چربی گاو با گیاه هوم یک نوشابه میسازه. این نوشابه رو مردگانی که زنده شدن و برخاستن مینوشن و به این وسیله عمر جاودان پیدا میکنن. مرده ها پس از اینکه زنده میشن همدیگر رو میشناسند. اورمزد در نخستین روز از خمسه مسترقه از آسمان پایین میاد، روی زمین به تخت میشینه و داوری همگانی رو خودش رهبری میکنه. درستکارها به بهشت میرن و بدکارها 3 روز به جهنم میرن. بعد سپندارمز، ایزدبانوی زمین، میاد شفاعت گناهکاران رو میکنه و اونها هم همراه درستکاران به روی زمین برمیگردن. بعد همه جهان تبدیل به گرزمان، یعنی بالاترین مرتبه بهشت میشه و جهان کلاً تغییر شکل میده. مردم بدنی درخشان دارن، آب گلالود نمیشه، آتش دود نداره. مردان و زنان با هم آمیزش میکنن بدون اون که بچه‌ای به وجود بیاد. فقط افرادی که در جهان از داشتن بچه محروم بودند بچه دار میشن. بدی کاملا از بین میره و اورمزد در آن زمان فرمان روای قطعی خواهد بود. دوستان عزیز، اگر از داستان ما خوشتون اومد لطفاً ما رو سابسکرایب کنید، ما رو لایک کنید، به دوستانتون معرفی کنید، اون زنگوله رو هم روشن کنید تا از برنامه‌های بعدی ما مطلع بشید. خدا نگهدار.